فیرعون برای چی در دریای نیل غرق شد؟ برای که در نزد پروردگارش گناهکار شد. اینا همش سبب در چی بود؟ قوم لوط پروردگار برای چی چپه کرد؟ برای که گناهکار شدند. با سبب گناه در همه بلا ما و شما مبتلا میشوید. خدا در قرآن برای ما و شما گوشزد میکند و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا میگوید هر مصیبتی که به سر شما میآید، ای بندگان خدای شما دوست نمیدارد شما خوار و ذلیل باشید، لیکن آن چیزی که به سر شما میاد از دست شما میآید، از گناه شما به سر شما میآید. بسیاری از گناه شما را پروردگارتان باز میبخشد. بیدار شوید برادرای عزیز. هر گناهی که میکنید خداوندتان حاضر و ناظر دانید. از خدا